جوان 25 ساله ساکن جماعت نفقت نوعی اسپیتامین با اون گمان بر می شود که روز 29 ایون در روی موشنگرد کوچه اسپیتامین با امدیهای 25 سالش مناقشه کرده به طرف چپ بدن او یک ضربه کورد زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردید. نسبت به کوردزن با اتهام قصداً رسانیدن آسیب وزنین به سلامتی پرونده گشودند. به این جوان اکنون از 5 تا 8 سال زندان تهدید می کند. ساکن 40 ساله نوعی ظفرآباد که سال 2014 سود شده است باز برای قلابی دستگیر گردید. وزارت کارهای داخله گفت که او از اپریل سال 2020 تا فوریه سال 2021 با روی فریب به باوری مرد 43 ساله ساکن استرفشن در آمده از او 90,000 دلار معادل بیش از 1 میلیون سومانی گرفته است. به ضد ساکن ظفرآباد پرونده جنایتی آغاز کردند. جوانزن 18 ساله ساکن پایتخت به آن گمان بر می شود که روز 15 مارس با روی فریب به باوری زن 36 ساله ساکن شهر دوشنبه در آمده از او یک عدد گردنبند طلایی ارزشش 65,000 سومانی را گرفته تا حال برنگردانیده است. ساکنان 43 و 54 ساله باباجان غفوروف که هر دو پیش برای قلابی سود شدند باز به آن گمان بر می شوند که روز 14 فوریه با روی فریب به باوری مرد 68 ساله ساکن شهر غفوروف در آمده برای جدا نمودن 12 سوتق قطعه زمین نزد حولگی از او 15,000 دلار گرفتند ولی کارش را بود نکردند. ساکن 30 ساله جماعت قبله‌ای نوعی رودکی به آن عیبدار می شود که از 4 ایون تا 2 ایول سال 2021 شخصان نامعلوم با روی پنهانی از داخل منزل استقامتی ساکن 30 ساله نوعی شامنصور شهر دوشنبه با روی پنهانی لباسهای گوناگون زنانه را به مبلغ 9,700 سومن دزدیده است.